سلام، من مهدی ام و تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور روی فلشتون رمزگذاری کنید برای باز کردنش. اما به ویندوز 10 و یا 11 نیاز داریم و روی گوشی ها هم روی 99% گوشی ها نمیتونید بازش کنید و فقط از روی ویندوز 10 و 11 میتونید رمزگذاری کنید با قابلیت بیت لوکر. فلش رو وصل میکنید. خب میریم تو دیس پی سی. خب فلش رو خوند، یو اس بی درایو کار و حالا روش راست کلیک میکنیم. خب روش راست کلیک میکنیم، شو مور آپشن رو میزنیم و تارن آن بیت لوکر رو روش کلیک میکنیم. صبر میکنیم تا این نوار پرشه کامل، این مرحله بگذره و نباید فلش رو بکنیم. خب حالا اینجا اگه بخوایم با پسورد بازش بکنیم گزینه اول رو فعال میکنیم. اگر هم بخوایم اسمارت کارت داشته باشیم که حالا من واردش نمیشم، باید این گزینه رو فعال کنیم. خب پسورد دلخواهمون رو وارد میکنیم و بدون داشتن پسورد یا ریکاوری کی با دسترسی به اطلاعات فلش تقریبا غیر ممکنه. تنها اینکه دوباره میتونید به فلش دسترسی داشته باشیم به غیر از داشتن این دو مورد اینه که فلشتون رو فرمت کنید و اطلاعاتش از بین میره. خب 3 تا گزینه داره برای سیو ریکاوری کی. یکی سیو تو یور مایکروسافت اکانت، یعنی توی اکانت مایکروسافت هم سیو بشه. سیو توی فایل، توی یه فایل سیو بشه و پرینت ریکاوری کی، پرینتش بگیریم. حالا میتونید هر 3 گزینه رو یکی یکی طی کنید یا هر تعدادی که بخواید، ولی حداقل فکر می‌کنم یک گزینه یا 2 گزینه رو باید انجام بدید. خب روی مایکروسافت اکانت هستم، سیو شد، سیو تو فایل. حالا اگر بخواید میتونید توی یک فایل هم توی هر جایی که بخواید سیوش بکنید و ریکاوری کیش رو داشته باشید. حالا ما سیوش نمی کنیم. پرینت ریکاوری کی هم که دیگه با دستگاه کافیه که پرینت بگیرید. خب حداقل یک کاری که انجام دادیم نکست برامون فعال میشه، انتخابش میکنیم. خب 2 تا گزینه داریم. یکی اینه که فضای در واقع فضایی که اشغال شده رو رمزگذاری کنیم و بقیه فضا آزاد باشه، اما اگر که روی بقیه فضا باز دوباره چیزی بریزیم اون هم به صورت خودکار رمزگذاری میشه. گزینه دوم این که کل درایو، حتی قسمت‌های حذف شده و کل اطلاعات درایو رو کامل رمزگذاری میکنیم. اگر میخواین سریعتر انجام بشه گزینه 1، اگر هم که خیلی مهمه که کل درایو رمزگذاری بشه گزینه 2. حالا خیلی هم تفاوت آنچنانی نداره، نکست. خب حالا 2 تا حالت داره، 2 نوع رمزگذاری داریم. اگر که بخواید روی ویندوز های ورژن 15 11 10 به قبل، در واقع خود 15 11 ساپورت میکنه اما قبلترش دیگه ساپورت نمیکنه، به قبلش داشته باشید که گزینه 2 رو انتخاب میکنید که ویندوز های پایین‌تر میتونید باش باز کنید. اما اگر رمزگذاری جدیدتر و بهتر رو میخواید که خب حالا شیوه رمزگذاریش در کل جدیدتره ولی 15 11 به بالا میتونن ازش پشتیبانی کنن. من چون ویندوزم 11 گزینه 1 رو انتخاب میکنم. البته که فقط ویندوز 10 و 11 توانایی بیت لوکر کردن دارن، اما باز کردنش با انواع ویندوز ها اگر گزینه 2 رو انتخاب کنید امکان پذیره. نکست. خب اینجا میگه که میتونید شروع رمزگذاری رو داره و میگه تا وقتی که رمزگذاری میشه فایلاتون محافظت نمیشه، چیز مهمی نیست. استارت رو میزنیم و صبر میکنیم تا کامل بشه. خب این فرآیندش، این پروسه
باید کامل بشه و با توجه به حجم پر درایوتون و حجم کل درایوتون، اگر اونجا گفته بودید قسمت هایی که فایل داره به اندازه که فایل داشت طول میکشیدم و الان چون گفتم کل درایوم بیشتر طول میکشه. خب کامپیلتد رو نوشت، کلوز رو انتخاب میکنیم. الان میبینیم این علامت رو داره، یعنی باز شده. حالا من یک بار خارجش میکنم. بهتره که حالا اجکت رو هم بزنید، خارج، واردش میکنم. خب الان میبینید یه علامت زرد داره. این که نوار نداره به این معنی نیست که فلش رو نخونده، به خاطر اینه که اطلاعاتش رو فلش در اختیار کامپیوتر نذاشته تا الان. خب از همون رمز میخواد. رمزی که وارد کردیم رو اینجا هم میزنیم، آنلوک. خب همونطور که میبینید آنلوک شد. یه دابل کلیک کردم اومد که رمز رو بنویسم. حالا اگر که ما نداشته باشیم در واقع اون رمز رو، ریکاوری آیدی اینجا مور آپشن رو میزنیم، اینتر ریکاوری کی، اینجا میگه که رمز رو بدیم و اتومات. حالا بهتره که فعال نکنید که کسی به سیستمتون دسترسی پیدا کنه میتونه فلش رو هم وا کنه. خب اینجا ریکاوری کی رو وارد میکنیم و آنلوک رو انتخاب میکنیم. اون ریکاوری کی توی فایلی که اگر ذخیره کرده باشیم هست. در غیر این صورت هم که نداشته باشیم به اطلاعاتش نمیتونیم هیچ جور دسترسی پیدا کنیم و باید فرمت کنیم فلش رو. اگر هم بخوایم رمزش رو ریموو کنیم یا تغییر بدیم، خب اول باید قفلش رو باز کنیم. اگه بخوایم تغییری چیزی ایجاد کنیم کلیک راست کنیم و منیج بیت لوکر رو روش کلیک کنیم. اینجا نیو والیوم کار رو انتخاب میبینید همینطور، چنج پسورد، ریموو پسورد، اد اسمارت کارت و همه این گزینه‌های لازم رو داره. مثلا تارن آف بیت لوکر یه ذره هنگه ولی بعدش غیر فعال میشه. این ابوار باید کامل بشه تا غیر فعال بشه. ممنون، لطفا دنبالم کنید، لایک هم کنید، سابسکرایب فراموش نشه. ممنون، خدا نگهدار.